بسم الله و بالله. ببینید، انسان نور علی نور احسن الخالقین. خداوند نگاه کن، گفته انسان نور علی نور، از بهترین نورهاست. یعنی مقامش خیلی بالاست. اگر به مقام انسانیت انسان ها هر کدومشون به مقام انسانیت برسن، ببین سقف مقام انسانیت، ببینید میشه عرش خداوند. اگر بتونیم برسیم و در درون عرش تمام موجودات در درون عرش و بیرون عرش شکل میگیرن مثل 7 آسمون. پس انسان مقامش انقدر بزرگه، با حکم خداوند انسان میتونه